باشد. یک سالی پیش زندگی مثل ویرانه در اطرافم بود. خودم را زیر کوهی از کار دفن کرده بودم. پدرم ناگهان فوت کرد و روابط اجتماعیم دچار طوفان شد. در اون زمان هیچگاه نمیتوانستم تصور کنم که از این بزرگترین اندوه هم عظیمترین نعمت به من عطا خواهد شد. ناگهان یک روز عظیمی به من نمایان شد. برای خوبتر و مختنی این راز نظر به صفحه های تاریخ کردم. دفن شده بود. آن راز ممنوع شده بود. آن راز موردی طمع واقع شده بود. باورم نمیشد که تمام این افراد از این راز اطلاع داشتند. آنها بزرگترین چهره‌های تاریخ بشر بودند. افلاطون، شکسپیر، نیوتن، هوگو، بتهوون، لینکلن، امرسون، ادیسون، اینشتین. چرا هیچ کس از این راز چیزی را نمیداند؟ تنها کاری که من میخواستم بکنم و در میان گذاشتم این راز با مردمی جهان بود. پس دنبال کسانی گشتم زنده بودن و از این راز خبر داشتند و هر یک پسی هم پیدا شده. این راز هر چی را که میخواهید برایتان میدهد. شادی، سلامتی و ثروت. شما میتوانید هر چی که خواهید باشید یا انجام دهید یا داشته باشید. میتوانید هر چی را که انتخاب کردید داشته باشید. مهم نیست اون چقدر بزرگ است. شما چگونه خانه را میخواهید؟ دوست دارید میلیونر باشید؟ چگونه مشغولیت را دوست میدارید؟ و دنبال موفقیت میگردید؟ اصلا چه چیز را میخواهید؟ من شاهد رخ دادن معجزات زیاد در بین مردم بودم. معجزات جسمانی، معجزات اقتصادی، بهبود روانی و بهبود روابط اجتماعی. دلیل رخ دادن همه اینها دانستن و درست به کار بردن این راز است. این راز بزرگ زندگی. این راز جواب تمام چیزهایی که تا حال بود، تمام چیزهایی که هست و تمام چیزهایی که یک روز خواهد شد. رالف امرسون. احتمالاً در این مدت از خودتان پرسیدید که این راز چیست. من برایتان میگویم که خودم چگونه این موضوع را درک کردم. ما همه با یک نیروی بی پایان کار میکنیم. همه ما با قوانین کاملا یکسان زندگی همون را به پیش میبریم. قانونهای طبیعت چنان کار میکنند که این به ما ساختن کشتیهای کیهانی، به محتاب برآوردن آدمان و در یک ثانیه معین امکانیت به زمین فرود آوردن راکت را میدهد. در کجای زندگی نکنید، هندوستان، استرالیا، زلند نو، تاجیکستان، لندن، تورنتو، مونترال یا که در نیویورک، این فرق ندارد. همه ما با یک قوه کار میکنیم. قانونی جاذبه. قانونی جاذبه این است همون راز. در حیاتتون هر اون چیزی که رخ میدهد خودتان به سوی خود میکشید. این قوه با واسطه چیزهایی که در فکرتان است
تصورها غایه‌ها به عمل می‌آید. فکرتان به چیز بند باشد عیناً همون را به خودتان جلب می‌کنید. دانشمندان این را می‌دانستند و به کار می‌بردند. مثلا ویلان‌های قدیم از این راز خبر داشتند، لیکن افراد کمی از مردم از این راز آگاهی داشتند. خوب به من بگویید که چرا تنها یک قسمی از مردم 96% پول روی عالم را در دست دارند؟ این را تصادف می‌گویید؟ نه، این هیچگاه تصادف نیست. آنها از چیزی خبر دارند که بسیاری‌ها از آن چیز آگاه نیستند. اکنون این را شما خواهید فهمید. به گمانم راه آسانی فهمیدن قانون جاذبه این خودتان را مثل یک آهنربا میبینید. معلوم که آهنربا چیزهای لازمش را به خود جذب میکند. اگر قانون جاذبه را به طرز ساده گوییم، یک چیزی دیگر را به خود جذب میکند. ما انسان ها قادر هستیم که چیزهای در ذهنمان بوده را به دست آوریم. با واسطه این قانون، یعنی قانون جاذبه را به کار می اندازیم. درباره چیزی که بسیار فکر میکنید همون را به دست می آورید و همون چیز را به خودتان جذب میکنید. هر آن چیزی را که در اینجا میبینید او را به زودی در مشت خواهید دید. این حالت را با 3 کلمه عادی بیان کردن ممکن است. فکرها چیزها را می آفرند. بسیاری از آدمان نمیدونند که فکرها به خود چسته خاص دارند. هر یک فکر به خود چسته خاص دارد. ما امکانیت چین کردن حجم او را داریم. اگر درباره چیزی تکرار به تکرار فکر کنیم، مثلا خریدن ماشین نو، به دست آوردن مبلغ، شدن آفیس نو، در آن وقت چسته شما به طور پیوسته مشترک خواهد شد. زندگی سری و پری را تصور کنید و البته این را به خودتان جلب میکنید. این قانون همیشه و برای همه کار میکند. معما در این است که اکثریت آدمان درباره اون چیزهای فکر میکنند که اون چیز را خودشان نمیخواهند. برای همین نمیفهمند که چرا ناخوشی‌ها آنها را تعقیب میکنند. شما درباره چیزی خوب فکر میکنید یا چیزی بد، به چیزی رسیدن میخواهید یا از چیزی دور بودن، برای قانون فرق ندارد. قانون فقط بر افکار شما جواب میدهد. اگر شما در دستتون روی خدی قرض‌ها را گرفته دائم درباره اون فکر کنید یا به چیزی فکر کنید که او شما را ناراحت میکند، از این افکاری بدی شما به کائنات خبر میرد و باز ناخوشی‌ها دوباره تکرار مییابند. قانون جاذبه به نهایت شنوا است. برای همین چیزی که به شما پسند میآید به اون نگاه کنید و بگویید که من تو را میخواهم. در این حالت قانون جاذبه به کار میدارد و آن چیزی را که شما میخواهید به شما میدهد. و اون چیز را که شما نمیخواهید اما از دلتون میگذرانید، مثلا نباید این طور میشد، افسوس، در این حالت به جای آن را دور کردن آن را به خودتون میکشید. قانون جاذبه گوش نمیکند شما چی را میخواهید یا چی را نمیخواهید، آن فقط به افکار شما پاسخ میدهد. بله، قانون جاذبه چنین کار میکند. قانون جاذبه همیشه کار میکند. فرق نداره شما به او باور میکنید یا نه. ما در عالم زندگی میکنیم که در پای قانون ساخته شده است و تمامی حادثه ها به قانون جاذبه وابستگی دارد. شما میتوانید به گذشته فکر کنید یا به حاضره یا به آینده. هر چیزی را که تصور میکنید، فکر میکنید، افکار خود را فعال میسازید و به افکار شما باشد بزرگترین قانون جاذبه پاسخ میدهد. آفرینش این جریانی به پایان است. انسان درباره چیز یک بار فکر کند یا تکرار به تکرار فرق ندارد. قانونی آفرینش را به کار می اندازد و از فکرهای و البته چیز حاصل می شود. اگر از روی قانون جاذبه کار کنیم، شما درباره چیزی که حرف زنید یا به او سخت اعتبار دهید عیناً همون چیز را به خود جذب می کنید. اگر از یگان حادثه شکایت داشته باشید، همون حادثه را باز هم پرشیده‌تر می کنید. من یک شاگرد داشتم به نام روبرت. او خیلی طبیعتی آرام داشت. روبرت در بخشی از آموزش اینترنتی من اشتراک داشت. او در مکتوب‌های خود از حیات سخت و دشوارش برای من بازگو میکرد و گفته او در جای کارش همه همکارانش زبان یک کرده او را مسخره میکردند. به خاطر آنه که همکارانش او را ناراحت میکردند همیشه زیر فشار قرار داشت. روبرت در کوچه همیشه با بیزاری ها روبرو میشد و بیزاری ها باشد او را اذیت میدادند.
او از خردیش حلقو شدن را دوست می داشت، اما وقتی که به صحنه برآمد میکرد او را آدمان مسخره کرده دشنام میدادند. حیات او فقط از بدبختی ها عبارت بود. سببگار این همه ناخوشی ها باشد خود او بود، برای اون که در ذهن او فقط همین کلمه بود: آدمان مرا بد میبینند. من به او گفتم: تو روی چیزای دقت میدی که خودت آنها را نمیخواهی. بعدا آن مکتوبی که به من نوشته بود دوباره خواندنش را با ناخوشی هایی که به او روح میدهد احساساتی نشدنش را گفتم. یعنی شما روی چیز تمرکز میکنید و احساساتی میشوید، آن دوباره پرقوت‌تر میگردد. رابرت این را درک کرد و فهمید که حیاتی خودش را خودش برباد کرده است و در حقیقت او تغییر یافتن را سر کرد. بعد 60 هفته در حیاتی او چیزهای عجیب رخ داد. در آن جایی که رابرت کار میکرد دیگر او را کسی اذیت نمیداد. و گفتی او بعضی از همکارانش به بخش دیگر گذاشته و بعضیشان از کار رفتند یا دیگر به او اعتبار نمیدادند. او اکنون از کار خودش ممنون بود. در کوچه کسی او را آزار نمیداد. بیزاری ها از حیات او دور شده بودند. اکنون او هر یک نمایش عجیبی که اجرا میکرد آدمان او را با کفکوبی های زیاد پذیرایی میکردند. حیات او به تماما دیگر شد، چون که او دیگر به چیزهایی که او را اذیت میداد فکر نمیکرد. او دویم روی اون چیزهای تمرکز میکرد که آنها را میخواست. اگر ما به دنیا از روی نقطه نظر مثبت نگاه کنیم، حادثه های مثبت و آدمانی را که مثبت فکر میکنند به خودمان جلب میکنیم و کسانی که نگاه منفی دارند حادثه های منفی و آدمان منفی را به خودشان جلب میکنند. هر آن چیزی که شما در دستتان دارید همه آن یک روز در ذهن شما بود. این را دقیقا نفهمیدن یا احساس نکردنتان ممکن، اما این مهم نیست. ماهیت کار عیناً در همین جاست. اگر تا حال در حیات چگونه تأثیر داشتن این آموزش ها و قانون جاذبه را نفهمیده باشید، در این حالت به حیات خوب دقت دهید. بعداً میبینید که این قانون چگونه کار میکند. وقتی که شما چی بودن قانون جاذبه را میفهمید، بعداً درک خواهید کرد که قانون جاذبه در همه ساحه کار میکند. آن نفرانی که درباره بیماری حرف میزنند آنها خودشان بیمار هستند. آن نفرانی که درباره موفقیت و ثروت حرف میزنند آنها دائما در حیات آسایشته زندگی میکنند. شما به مانند آهنربایی هستید که فردها، حادثه ها، آدمها و طرز زندگی را به خودتان جذب میکنید. ما در اینجا درباره سخنهای سحرانگیز یا تفکر دیوانگی یا چیزهایی که عقل باور نمیکند حرف نزده ایستاده. ما درباره موضوعهای حیاتی و حقیقت حرف زده ایستاده. این سخنها را فیزیک کوانتون هم تصدیق میکند. فیزیک کوانتون چنین میگوید: شما نمیتوانید جهانی را داشته باشید که بدون اینکه ذهن را به او تلفیق کنید. در حقیقت این ذهن است که هر چی را میبینیم به او شکل میدهد. اگر تا حال شما این را درک نکرده باشید این معنی آن را ندارد که شما این را رد کنید. شاید شما نمیدانید که قوه برق چگونه کار میکند. بله، این را بسیاری ها نمیدانند، لیکن برای استفاده بردن این مانع شده نمیتواند. من هم نمیدانم که قوه برق چگونه کار میکند، اما همین را میدانم که با یاری قوه برق ما طعام میپزیم، اما ممکن هست که خود ما را هم سوزاند. بسیاری ها وقتی که این علم را نوآموخته ایستادند در خودشان فکرهای منفی خیلی زیاد را دیده در هراس می افتند. اما باید این دو چیز را دانست. اول، علم اثبات کرده است که فکرهای مثبت نسبت فکرهای منفی 100 مراتب برتریت دارند. بله، شاید بعد این را شنیدن کمی آرام میگیرید. دوم، شما در دنیای زندگی میکنید که یک فاصله زمان در آن حکم فرماست. شما در اصل نمیخواهید در زمان زندگی کنید که فکرهای شما به ذاتی عملی گردد. همه واقعه ها با وقت نیاز دارند. البته یک چیز خوب است برای انتخاب فکری نه. خوب
پس باید کوشش کنید که از افکارتان آگاهی داشته باشید. باید فکرانیتون را با دقت نظارت کنید، یعنی باید از این کار لذت ببرید، برای آن که شما سازنده زندگی خودتان هستید. میکلانجلس زندگیتان باید خود شما باشید. این را با واسطه فکرهایتان به عمل میآورید. سروران و عملداران پیش هم از این راز خبر داشتند، اما آنها نمیخواستند که قدرت را به دیگران تقسیم کنند. از همین سبب این راز را به کسی نمیگفتند. مردم عادی از این راز چیزی را نمیدانست. آنها دائم صبح به کار رفته و کارشان را انجام میدادند و شب به خانه می آمدند. آنها نمیتوانستند قدرتمند شوند چون که از این راز خبر نداشت. ما در عالم زندگی میکنیم که اینجا پر از قانون هاست، مانند قانون جاذبه. اگر شما از بالای بینای بلند بیافتید حتما به زمین برمیخورید. مهم نیست که شما آدمی خوب یا آدمی بد. تمام آن چیزهایی که در زندگیتان شما را احاطه کردن، حتی شما از آنها شکایت دارید، همه آنها را خودتون جذب میکنید. من میدونم که از شنیدن این سخن در حال ناراحت میشید و فوراً خواهید گفت من این صدمه را جذب نکردم، من این مشتری خاص را جذب نکردم، من هرگز این روی خط قرضها را جذب نکردم. تمام اون چیزهایی که از آنها شما شکایت دارید خواهید گفت که من جذب نکردم، اما برعکس این حرفهای شما جواب میدم. چرا؟ شما همه اینها را جذب کرده. این یکی از سخت‌ترین فرضیه هاست که باید باور کنید. همون وقتی که این را پذیرفته زندگیتون تغییر می‌یابد. این هم یکی از قسمی راز است. بسیاری از آدمان چیزهایی را به خود به طرز اتوماتیک کشیده میگیرند. ما آنها را گرفته نمیتوانیم گفته فکر میکنند. فکرهای ما در اتوپیلوت هستند. از همین سبب بسیاری از چیزها به ما خود از خود میآیند. اگر شما اینها را باری اول شنیده ایستادید، به خود خواهید گفت من باید در پی نظارت افکارم باشم، اما این خیلی دشوار است. در اول این به شما همچنین نمودار میشود، برای آنکه جذابیت موضوع در همین جا. ما نمیگوییم که تمام فکرهایتان را نظارت کنید. این ممکن دارد که شما را از عقل بیکونه کند، چون که در ذهن شما فکرها و خیالات خیلی زیاد موجود است. از همین سبب برای شما اداره کردن افکار را می آموزانیم. این حسیات شما به شما کمک میکند که درباره چی فکر میکنید. فکرها حسیات را بیدار میکنند. حسیاتی که از نعمتهای بهترین الهی است که خداوند به ما داده است. آنها به ما می آموزند که چه چیزها را به خودمان جذب کنیم. در یکی از ما دو نماد حسیات موجود است. یکمش وقتی که ما خودمان را خوب حس میکنیم و دویمش وقتی که ما خودمان را بد حس میکنیم. آنها گوناگون میشوند. به مثال احساس گناه، عصبانیت، غضب، ناامیدی، تمام حسیات های منفی و حسیات های بد داخل می شوند. تمام اینها مثل یک راهنما میمونند و میگویند آن چیزی که الان داره در باره‌اش فکر میکنید و آن چیزی که واقعا میخواهید هم جهت نیست. باز این گفتن هم ممکن است ما با چسته منفی همراه شده از خودمون انرژی منفی میبریم. حسیات های خوب به مثالی با امیدی، خوشبختی و محبت، این احساس خوب، این حس مثبت با ما میگوید آن چیزی که ما در باره‌اش فکر میکنیم در جهت همون چیزی که قرار دارد که ما واقعا این را میخواهیم. در حقیقت همه چیزها عادی هستند. برای دانستن که چه چیز را جانبی خودتان میکشید به خودتان سوال دهید که درباره چه فکر میکنید و خودتان را چگونه حس کرده ایستاده اید. اگر خوب باشد عالی جناب، کاری که کرده ایستادید باز دوامش دهید. خودتان را چقدر که خوب احساس کنید سمت حرکتتان معین تر میگردد. خودتان را چقدر که بد احساس کنید از مقصدتان همون قدر دور می شود. هر آن چیزی که در روزگار شما رخ می دهد از افکار شما شکل می گیرد و آنها به شما چه شدنش را نشان می دهند. اما فقط حسیاتتان آن چیز به شما پسند آمدنش را یا نآمدنش را نشان می دهد. حسیاتتان آن حادثه هایی را که شما انتظارید دقیقاً نشان می دهد. در حقیقت آن چیزی را که شما احساس میکنید برایتون اتفاق میافتد و نه دقیقاً چیزی را که برایش فکر میکنید. آن شخصانی که صبح از خوابشان با ناراحتی بیدار میشوند در دوام روز حالتشان چنین خواهد ماند. تمامی کاری آنها برعکس خواهد شد و آنها حتی نمیدونند که یک حسیات خوب کارشان را تماما برعکس میگرداند. به همین واسطه یک روز نه بلکه تمام حیاتتان را عوض کردن ممکن است.
اگر صبح را با حسیات خوب آغاز کردید، نگذارید حسیات خوب قلبتان را ترک کنند. با واسطه قانون جاذبه حادثه های مثبت، آدمان و واقعه های مثبت را به خودتان میکشید و حسیات تو رفت بلندتر میگردد. روزهای بد، روزهای خوب، این همه از ذهنیت ما وابسته است. احساس عشق کنید، احساس محبت کنید، محبت اشخاصی در اطرافتان بوده را حس کنید. در همین حالت عالم حسیات خوبی شما را میفهمد و به ترانه حسیات شما جواب میگرداند. وقتی که افکار خود را به چیزی روانه میکنید، فرق ندارد او چیزی خوب است یا چیزی بد، قانون آن را به سوی شما جذب میکند. چیزی رو که فکر میکنید و چیزی که احساس میکنید و چیزی که پدیدار میشود همگی یکسان هستند، تمام دفعه ها بدون استثناء. البته این باور نکردنی است، لیکن بعدی خبر یافتن از این علم نتیجه ها همه مثبت خواهند شد. آن چیزی رو که در زندگیتون افکار انجام میدهد آن را میشود بازگردان. فقط به یک راه، حسیاتتون را تغییر دهید، حیاتتون تغییر مییابد. شما جهان خود را میسازید و همین گونه در آن پیش میروید. نیستان چرچه. خودتون رو خوب حس کردنتون این بسیار هم مهم است، برای آن که این حالت سبب می شود که از شما سیگنال های مثبت به عالم پهن گردد و آن شروع می کند که به سوی شما همونند خودش را جذب کند. اگر شما بسیارتر حسیات خوب داشته باشید، می توانید چیزهای خوب را به خودتون جذب کنید و آنها شما را بالاتر و بالاتر می برند. وقتی که احساساتون به دست می توانید اون را به آسانی تغییر دهید. کافی است که یک موسیقی خوب گوش کنید یا یک سرود بخونید، این کار احساس شما را تغییر می دهد. یا به یک چیز زیبا فکر کنید، بهترش چیز رو فکر کنید، همونه که دوستش می دارید. این ذهنیت را در فکرتون نگاه دارید و هر فکری منفی دیگر را بیرون بریزید. کفالت می دهم که خیلی سبک می شوید. این حالت را در حیوان خانگی هم مشاهده کردن ممکن است. حیوانات هم برای شما کمک میکنند که در شما حسیاتی مثبت به وجود آید. مهری که با حیوانات دارید معلوم است که در روحیه شما را میبردارد، در دلتون رشته مهر و محبت را پر قدرت میگرداند. این خیلی کار شوخوار است، همین طور نه؟ هنگامی که شما به این راه روش عادت میکنید و وقت شروع میکنید بر راهنمایی افکارتون بر اساس احساسی که آنها برایتان پدید میآورند و هنگامی که توجه میکنید رابطه که بین شما و افکارتون، شما چیزی که برایتان اتفاق میافتد زودتر از آنی که خواهد دید، شما خالق زندگی خودتان هستید و کسانی که از دور شما را میبینند از دیدن زندگی کامل و بی‌نظیر شما در تعجب میافتند. از وقتی که من این راز را فهمیدم و این را در زندگیم به کار بردم، در حقیقت زندگی من سحرانگیز شد. من خانه 4.5 میلیون دلار دارم، همسری با عقل دارم، برای استراحت به جایهای زیباترین روی عالم سفر میکنم. من بسیار سیاحت میکنم و واقعی‌های عجیبی را از سرم گذرانیدم. سببگاری همه این عمل کردن و علم‌های آموخته‌ام بود. حیات باید رنگ و رنگ باشد و باید میشد و این طور می شود وقتی که به این راز عمل کنید. خیلی از مردم از من میپرسند که نقش آنها در این آفرینش چگونه است و نقش جهانی هستی در این چیز. خوب برای یک لحظه به این نگاه کنید. برای شما یک مثال میارم. علاءالدین و چراغ جادو. علاوالدین وقتی که چراغ کهنه را مییابد و وقتی که چنگ او را تازه کردنی میشود، از داخل آن جین پیدا میگردد. جین فقط یک سخن را تکرار میکند: فرمانبردارتم سرورم. در نمود حاضره این افسانه شماره خودشو 3 تا است، لیکن در نمود پیشه شماره خودشو به حساب بود. بله چنین بود. درباره این فکر کنید. خوب این افسانه را در حیاتمون استفاده میبریم. علاوالدین شخصی که فقط دنبال آرزوهایش میگردد و جین باشد این عالمی که ما را احاطه کرده است. خوب این در هر جا هر چی نام برده می شود، فرشته که شما را حمایه میکند یا دیگر چیز، این اهمیت ندارد. برای شما چگونه که معقول باشد همون طور نام مانید.
و این جین همیشه یک سخن را تکرار میکند: فرمانبردارتم سرورم. قانون آفرینش از 3 قدم عبارت است.